به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، درود و رحمت پروردگار به یکایک شما باد در هر کجای عالم که باشد و در هر وقت و ساعتی که ما را میبینید یا میشنوید. امروز میخواستم در باره یا اطراف یک موضوع بسیار مهم صحبت کنم که این روزها در جهان رخ داده ایستاده است و تقریبا همه محفل های سیاسی، فکری و همه رسانه ها را به خود مشغول کرده است و این هم باشد ربوده شدن پرزیدنت ونزوئلا مادورو از طرف ایالات متحده امریکا و بخصوص با رهبری یا دستور به واسطه پرزیدنت امریکا دونالد ترامپ. شاید سوال با وجود بیاد که این چی ربطی دارد با ما تاجیکان و چرا رهبری یکی از نیروهای اپوزیسیونی تاجیک در این باره صحبت کند. ونزوئلا یک کشوری دور از تاجیکستان است، در آمریکای لاتینی، تاجیکستان در آسیای مرکزی، و آیا ضرورت چنین تحلیل یا چنین مقایسه بین ونزوئلا و تاجیکستان هست یا نیست؟ اگرچه واقعا از لحاظ جغرافی ونزوئلا خیلی دور هست و تاجیکستان تقریبا هیچ رابطه اقتصادی و سیاسی با ونزوئلا ندارد، اما در شرایط کنونی که جهان تقریبا به یک دهکده خرد یا دهکده بزرگ تبدیل شده است و این جهانی شوی رابطه ها به اصطلاح گلوبالیزاسیا اینترنت جهان را با هم تا حد متحد کرده است که حادثه ها حتما به یکدیگر تأثیر دارند. اگرچه یک حادثه در امریکا، دیگری در آسیا، سومی در افریقا رخ داده باشد. بخصوص بین چنین کشورهایی که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و ساخت دولتداری و بافت اجتماعی به هم خیلی نزدیکند. از یک طرف ونزوئلا یک کشوری امریکایی هست، در امریکای لاتینی، زبانش دیگر، دینش دیگر و میتوان گفت که فرهنگ دیگر را دارد. تاجیکستان در یک گوشه دیگری دنیا، اما ساخت دولتداری، نظام سیاسی و مشکلات داخلی این دو کشور و نه تنها تاجیکستان و ونزوئلا بلکه خیلی از کشورهای دیگری دیکتاتوری به هم خیلی نزدیکن، شباهت دارند و عامل هایی که به چنین نتیجه ها، به چنین حادثه آورده میرساند تقریبا در این کشورها به هم خیلی نزدیکن. شما امیدواران عزیز بیاید یک نکته را توجه کنید که ترامپ دیروز در صحبت نشست مطبوعاتیش هم شرح داد که چرا دست به چنین اقدام زد، هدفش چی بود و چی میخواست از این کار. ما بیایم یک بار عامل‌های اساسی یا آن اتهامایی که علیه مادورو صدا داد آنها را یک بار بحث و بررسی کنیم و تلاش کنیم که آیا واقعا این عامل‌ها در تاجیکستان وجود دارد یا نه. یکی از عامل‌ها، یکی از اتهام‌های اصلی به مادورو، به نظام سیاسی ونزوئلا طول سالهای آخر این بود که این یک حکومت دیکتاتوری است. این یک نظامی هست که در آن یک گروه با رهبری مادورو حاکمیت را غصب کردند. بین خود، بین یک گروه تمام ثروت‌ها، دارایی‌های مالی، اقتصادی و کشور را تقسیم کردند و این از نگاه بسیار کارشناسان، سیاستمداران همچون یک پدیده غصب حاکمیت در یک کشور معنی داد میشد. دیوم اتهامی که به مادورو و سیستمش وارد بود این که این یک ساختار بسیار هم کروپسیونی است، تا از زینه‌های بالا تا پایین، و این کروپسیا، رشوه‌ستانی، فساد اداری و فساد مالی تمام بخش‌های زندگی این کشور را فرا گرفته بود و واقعا یک چیزی واضح بود و ما نتیجهش را در همین حادثه ربودن خود مادورو دیدیم که نظام تا اون حد فساد بود، حتی اطرافیان خود مادورو، که امریکا توانست با خریدن چند منصبدار یا با گفتگو با یک رسیدن به یک توافق که بدون این امکان نداشت که مادورو با این آسانی
حبس شود امریکا توانست کار خود را انجام بدهد. شما تصور کنید که در یک کشوری دموکراتیک در اون فساد نیست، حبس کردن رهبری دولت با چنین آسانی به دست نخواهد آمد و تنها این در یک کشوری فساد زده امکان دارد که دلخواه طرف، چه یک حکومت چه یک گروه قدرتمند مالی یا سیاسی میتواند اطرافیان این دیکتاتور را با دادن کدام وعده ها یا رشوه یا به هر شکل دیگر به خود مایل کند که دقیقاً این نظام ساخته کروپسیونی مادورو علیه خودش در این حادثه عمل کرد. و اتهام دیگر این ربودن نتیجه انتخابات، تقلب در انتخابات و اصلا دزدیدن حاکمیت توسط تقلب انتخابات بود که حداقل 2 مرتبه در انتخابات ونزوئلا این رخ داد و هر 2 مرتبه هم نامزدهای اپوزیسیونی پیروز شدند و با تمام دلیل ها، با تمام فکت ها، ولی بالاخره مادورو اعتراف نکرد و هنوزم در قدرت بود. و پامالشوی حقوق بشر، زندانی کردن مخالفین، کشتن آنها در خارج، بیرون کردن هزارها، صدها هزار شهروند به خارج و فلج کردن وضعیت اقتصادی کشور در صورتی که ونزوئلا از بزرگترین یا از همه بزرگترین ذخیره نفت دنیا را دارد. تقریبا 300 میلیارد بریل ذخیره نفتی ونزوئلا است که حتی در مقایسه با عربستان سعودی، روسیه هم بیشتر است. حد اکثر ذخیره های نفتی عربستان سعودی برای مثال که امروز در جهان تقریبا در جای اول یا دوم ایستد، نزدیک 100 میلیارد بریل ذخیره نفتی دارد این کشور، اما ذخیره آشکار شده ونزوئلا بیشتر از 300 میلیارد بریل هستند که واقعا یک سرمایه، یک ذخیره هنگفت است. اما چگونه یک کشور با این همه دارایی، یک اقتصادی فلج، اهالی قشاق دارد که صدها هزار ونزوئلاگی مرزهای امریکا را عبور میکنند، به مکزیک، به اروپا، به کشورهای دیگر هجرت میکنند فقط به 2 علت: یکی کمبغلی، کمبیزاتی، دیگر پامالشوی حقوق بشر که در اون کشور دیگر برای مخالفین، برای دیگر اندیشان آزادی نیست. خب ببینید دوستان عزیز، وقتی که چنین وضعیت هست، خب برای ترامپ، برای امریکا، برای هر کشور دیگر دلیل های وجود داشت که با آوردن این دلیل ها این حادثه ربودن و حبس کردن مادورو رو انجام دادن. اینجا یک نکته است هموطنان عزیز، خیلی باید بالای آن دقت کرد. تا کجا این عمل با معیارهای بین المللی، با حقوق بین المللی سازگار بود؟ شخصا من همچون یک نفری که یک تجربه کمی هم باشد در این مسائل دارم، به هر صورت در اکادمی دیپلماتی مسکو بخشی حقوق بین المللی رو ختم کردم و طول این تجربه کارها به این قناعت هستم که در این حادثه و همین گونه حادثه ها پامالشوی آشکاری حقوق بین المللی وجود دارد. یعنی این جای دیگر بحث نیست و نباید کسی تلاش کند حتی که بگوید که نه این در چارچوب حقوق بین المللی است. نه، به هیچ وجه این پامالشوی آشکاری حقوق بین المللی است و من مطمئنم که این را هر کسی که کمترین آشنایی با معیارهای بین المللی دارد این را تصدیق خواهد کرد. اما طرف دیگری مسئله این است که آیا در چنین حالتها وقتی که یک ملت، یک مردم، حتی یک کشورهای همسایه تمامی مکانیزم های دیگر رو استفاده میبرند تا اینکه این قانون شکنی از طرف مادورو یا سیستم نظام حاکم برطرف شود. برای مثال مردم ونزوئلا تمامی کارها را کردند، در انتخابات شرکت میکنند، پیروز میشوند، مبارزه میبرند، زندانی میدهند، کشته میدهند، اما هیچ فایده ندارد. چرا؟ برای اینکه حاکمیت با استفاده از پول ملت، از قدرت، از ارتش، از پلیس، از امنیت تمام این تلاش های صلح آمیز یک ملت را به نیستی میبرد، خونسا میکند، به باد میکشاند و هیچ نتیجه ندارد. در این گونه حالت ها طبیعی است که ملت ها مجبور میشوند
دست به اقدام های غیر معمولی بزنن بیرون از چارچوب مکانیزم های قانونی که ما تجربهش رو در دنیا زیاد داریم و این در شکل انقلاب ها، در شکل تبادلات ها، در شکل خیزش های مردمی در این انگوشه دنیا صورت میگیرد. و حالا کاری را که ملت ونزوئلا کرده نتوانست، از دستش نآمد، اگرچه قربانی زیاد داد، ترامپ در 30 دقیقه با فرستادن چند هلیکوپتر یا ورتولیات و چند ضربه موشکی این کار را انجام داد. بنابراین ما دو مسئله را از هم جدا کنیم: یکی رعایت شدن یا نشدن معیارهای بین المللی، دیگری تا کجا این گونه عملها برای یک ملت که دیگر تمام مکانیزم های قانونی و صلح آمیز را استفاده کرد و نتیجه نگرفت، تا کجا این جایز است. من فکر میکنم که اگر ما واقع بین باشیم باید به این نتیجه برسیم که حداقل ملت ونزوئلا، آنهایی که الان خرسند هستند از این حادثه، اینها تمام کار خود را کردند ولی به نتیجه نرسیدند چون نظام امکانیت نمیدهد. اما آیا این کار به دست ترامپ میشد یا به دست کسی دیگر، این کاملا یک مسئله دیگر است. اکنون دوستان عزیز بیاید برگردیم به تاجیکستان خودمان و همین وضعیت را مقایسه کنیم در تاجیکستان خودمان. تمام آن نشانه ها، آن عامل هایی که در ونزوئلا وجود داشت و هنوز هم دارد، یعنی با رفتن مادورو حالا معنی ندارد که این وضعیت تغییر کرد یا تغییر خواهد کرد، اما تمام این عامل ها و حتی بدتر از آن در تاجیکستان ما هم وجود دارد. همان حکومت غصب شده از طرف یک نفر یا یک گروه، تقسیم تمام ثروت های ملی از ثروت های اقتصادی و مالیوی شروع کرده تا زمین، تا همه امکانیت ها در دست یک گروه، غصب حاکمیت توسط تقلب انتخابات ها و این نه یک بار و دو بار، چندین مراتبه، حداقل یک مرتبه انتخابات پارلمانی را از ما، از نهضت اسلامی تاجیکستان دزدیدند، ربودند و پامال کردن حقوق بشر که دیگر اصلا تاجیکستان در دهگانه کشورهای سرکوبگر دنیا قرار دارد طبق تمام گزارش‌های بین المللی. زندان‌ها پر از زندانیان سیاسی هست، از زندانیان عقیدتی هست. مردم نصفش مهاجر مهنتی در روسیه، نصف دیگرش مهاجر سیاسی در اروپا و کشورهای دیگری دنیا. سرکوبگری‌های زیاد، حتی تا حدی که بعضی‌ها به حد گنوسید میدانند، برای مثال در علیه مردم پامیر و دیگر قسمت‌های تاجیکستان. و تمام اون نشانه هایی که ما آن را در ونزوئلا میدیدیم و دلیل شد برای چنین اقدام در تاجیکستان ما هم وجود دارد. و سوال اساسی الان این است دوستان گرامی، همدیران محترم، که آن چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد و رهبر خودکامه و فسادزده و دزد این کشور به این شکل از قدرت دور شد، آیا همین سناریو، آیا همین روش در تاجیکستان ما هم امکان دارد یا نه؟ چون وقتی که تمام عامل ها دیده می شود مثل که در ونزوئلا بود، حتی بدتر از آن. در اینجا دوستان گرامی، من یک تحلیل خاص خود را دارم و اون را با شما در میان میگذارم. شاید که این مورد قبول باشد یا نه، اما به نظر من وضعیت تاجیکستان خیلی فرق میکند از ونزوئلا به دو علت. یکم این که شما اگر دیروز صحبت ترامپ را گوش کرده باشید، ترامپ این کار را نه به خاطر آن کرد که در ونزوئلا دموکراسی یا حقوق بشر و آزادی ها را بیارد، نه، حالا تا جایی که معلوم شده ایستاده است حتی راضی است که معاون مادورو، همون خانم رودریگز، مسئولیت را ادامه بدهد، در صورتی که او، خانم رودریگز، تعیین شده از طرف مادورو بود و اون پرورده همون نظام قبلی هست و حتی احتمال دارد که در این معامله با امریکا، با ترامپ، او شریک باشد برای از قدرت دور کردن مادورو. و این هم یکی از همون نتیجه های بعدی حاکمیت های کرپسیونی فسادزده است که هر کس در فکری زنده ماندن و ثروت و بایگری شخصی خودش است، نه در فکری ملت و بهبودی کشور.
خب ترامپ پس در فکر آزادی نیست، در فکر دموکرات در ونزوئلا نیست و خیلی آشکار هم گفت که من این کار رو به خاطر برگردوندن اون چاهای نفت ونزوئلا به اختیار امریکا هستم، چون زمان شرکت های بزرگ امریکا مثل شورون، مثل دیگر شرکت ها در ونزوئلا سرمایه های میلیاردی گذاشته بودند. بعدا حکومت اوگو چاوز آنها را دولتی کرد، بیرون راند و امریکا در اونجا دیگر از اون سرمایه هنگفت خودش و نفت محروم شده بود. حالا ترامپ آن را میخواهد که برقرار کند و حتی نه اینکه برقرار کند بلکه جبران مالی هم از ونزوئلا از طریق فروش نفت بگیرد. خب پس در تاجیکستان ما کی و با چی هدف، آیا ملت، آیا یگان کسی دیگر این کار انجام خواهد داد؟ من شخصا اگر از من پرسیده شود، این نظری شخصی من است، حالا این نظری گروهی یا یک سازمان و تشکیلات نیست، من به این نظرم که همه گونه دخالت خارجی برای سرنگون کردن یک حاکم، حتی اگر حاکمی ظالم باشد، این چندان مقبول نیست. این میتونه در حالتهای اضطراری یک راه حل باشد وقتی که این رهبر به حال جنون میرسد، به حالی میرسد که دیگر دارد نسبت ملت خودش تا به حد ظلم میکند که از لحاظ انسان دوستی دیگر واجب است برای همسایگان جامعه جهانی که دخالت کنند. اما این حالتهای استثنایی است و اما در صورت دیگر در غیر آن باید که ملت ها خودشون دست به کار شوند. و اینجا من به این نقطه میرسم که کی امام علی رحمان را که واقعا هم در بعضی مسائل از مدور چند مراتب بیشتر نسبت ملت تاجیک ظلم کرد و نسبت تاجیکستان، نسبت آینده تاجیکستان دارد ظلم میکند، کیها این کار را میتوانند کرده؟ طبیعی است که چین که یکی از ابرقدرت‌های منطقه‌ای هست و همسایه ما است، همونطوری که امریکا همسایه ونزوئلا هست، این کار را نخواهد کرد. نه در تجربه چین این کار هست و نه چین ضرورت دارد، چون امام علی رحمان یک رهبری هست که برای چین خیلی یک دستاورد هست، حتی میتوان گفت امتیازهای زیاده به چین از تریتوریا شروع کرده تا آسانی ها، سبکی ها در بیزنس و در سیاست و در کمونیکاسیون و ترانسپورت داده است. خب کشور دیگر روسیه که این تجربه را دارد، تجربه نابود کردن پرزیدنت ها، عوض کردن حکومت ها را روسیه فراوان دارد. از کشتن حفیظ الله امین پرزیدنت افغانستان که همون نیروهای ویژه سپسناز را فرستاده بود که اتفاقا خیلی از اعضای اون نیرو شهروندان تاجیکستان و آسیای مرکزی هم بودند تا اینکه آنها توانند پنهانی وارد افغانستان شوند و این عملیات را انجام بدهند. و حفیظ الله امین پرزیدنت اون وقتی افغانستان را کشتند که اتفاقا بعد همون جنایت تا امروز دیگر افغانستان با خود نآمده است. حالا هر کسی را که میخواهند گناهکار کنند در این جنگ های طولانی افغانستان، من شخصا آغاز این کار رو انا همون جنایت میدونم که پرزیدنت یک کشور، حالا با کسی معقول بود یا نبود، از طرف نیروهای ویژه کشته شد. و تجربه دیگرش رو ما تاجیکان خودمون در پوست و جان و استخوانمون تجربه کردیم که حکومت قانونی و حکومت ملی، حکومت مراسای ملی تاجیکستان رو که عبارت از چندین حزب و حرکت ها بودن، با فرستادن از آن جمله باز همون نیروهای ویژه با رهبری پالکان کوچکوف این حکومت رو سرنگون کردن، به خون کشیدن پایتخت تاجیکستان رو. یک جنگ شهروندی 5 سال دوام کرد، سلاح دادن به گروه های جنایتکار و به هر دو طرف سلاح دادن، مردم رو مهاجر کردن به افغانستان و تا امروز دیگر تاجیکستان به خود نآمده است و یک نفر را خود در نتیجه همین تبادلات و سرنگون کردن حاکمیت در تاجیکستان یک نفر را مثل امام علی رحمان آوردن که تا امروز در قدرت است و درد سر ملت و کشور ما گشته است. و همچنین در دیگر کشورها، همین حادثه اوکراین را هم ببینید، این هم یک تجربه هست. اما منظورم تجربه هست که روسیه این کار رو میتواند کرده، دخالت
به یک کشور هجوم کردن، حاکمیت را عوض کردن، کشور را غصب کردن، این در تجربه روسیه هست. اما سوال این است که آیا روسیه واقعا میخواد این کار را کند؟ من بعید میدانم. چرا؟ برای آنکه همونطور که در نسبت خطای گفتیم، در نسبت روسیه هم امام علی رحمان یک رهبری هست که خیلی و خیلی به درد روسیه میخورد. هم خودشون تعیین کردن، هم نقطه ضعف زیادش رو میداند، هم ریچک های کلان در اختیار دارد که کافی هست که در مسکو یک بار عطسه بزنند، رحمان در دوشنبه لبیک خواهد گفت. همونطوری که برای مثال در این حادثه اخیر که گویا به قرارگاه پوتین در ولده اوکراینیا هجوم کرده باشند که بعدا معلوم شد که دروغ است، هیچ گونه هجومی نبوده است، اما امام رحمان بلافاصله آن را محکوم کرد. چرا؟ برای آنکه پوتین گفت. پوتین دعوا کرد که هجوم شده است، برای رحمان همین کافی بود. و در چنین حالت دیگر طبیعی است که پوتین نه اینکه منفعت دار نیست که به این شکل در تاجیکستان عمل کند، بلکه حتی آماده است که از چنین دیکتاتورهای خودی حمایت هم کند. خب پس چی راه میماند؟ من فکر میکنم که در اینجا دیگر به همه جواب این سوال معلوم است. یگانه کاری را که در این حالت میتوان کرد این باید که ملت خودش وارد عمل شود. ملت خودش باید این کار را انجام بدهد به دو علت. یکی اینکه همونطور که گفتم در منطقه ما نیست نیرویی که این کار را انجام بدهد، منظورم از خارج، و ضرورت هم ندارد و مقبول هم نیست و ما این را اصولا یعنی نخواهیم پذیرفت مگر تکرار میکنم در حالتهای استثنایی. و از طرف دیگر ما میبینیم که ملت تاجیک با این وضعیتی که الان در آن گرفتار هست، جوانان هم در خارج، تمام رسانه ها بسته، احزاب ممنوع، زندان ها پر از زندانی های سیاسی و ملت در یک حالتی در تحت تاثیر پروپاگاندا و تبلیغات در حالت زامبی قرار دارد. اما خدا را شکر خوشبختانه یک بخش از گروه از ملت، یک قسم از بیداران ملت، آگاهان ملت، چی در خارج چی در داخل، دارن این مسئولیت خود را ادامه میدهند، انجام داده ایستادن و تلاش کرده ایستادن که خودشان همچون یک بخش از این ملت به نمایندگی از ملت این مسئولیت را انجام بدهند. یعنی دقیقاً با هدفی از قدرت دور کردن یک نفری که مثل مادورو یک کشور را به گروگان گرفته است، تبدیل به یک کارخانه شخصی کرده است، به یک کارخانه خانوادگی کرده است و تمام امکانیت ها را برای رشد، برای پیشرفت هم ملت و هم شهروندان، افراد علاهیده تمام راه ها را بسته است. پس این کار را ملت خودش باید انجام بدهد. یک گروه از این ملت این کار را کرده ایستادن. اما این نکته را هم باید بگویم که این مسیر میتواند خیلی طولانی باشد. این برادرانی که جان بر کف کار خود را انجام داده ایستادند، کاری رسانه‌ای، کاری حتی دیگر، برخی از برادران به این نتیجه رسیدند که باید کاری میدانی را هم جدی‌تر گرفت و من کاملا این را درک میکنم، از این پشتیبانی خواهم کرد و ما تمام نیروی فکری، دانش، رابطه های بین المللی و تمام امکانات خود را به خرج خواهیم داد که از این برادرانی که آماده فدا کردن خود در راه وطن و ملت هستند پشتیبانی کنیم، فقط با یک شرط: اینها به هیچ وجه باید که دست به اعمال تروریستی، هیچ عمل علیه مردم ملکی، مردم بیگناه باید انجام ندهند و در چارچوب معیارهای بین المللی که برای یک ملت اجازت میدهد برای رسیدن به آزادی علیه ظلم و دیکتاتور مبارزه برد، در اون چارچوب باید که عمل کنند. باز تکرار میکنم این مسیر خیلی میتواند طولانی باشد، خیلی قربانی خواهد داد و کار آسان و سبک نیست. اما یک راه، یک روش دیگری هم وجود دارد که اون هم جزء از مبارزه ملی خواهد بود. این تجربه خیلی از کشورهای دنیا هست که
یک بخش از خود حاکمیت، چه از نیروهای مسلح، چه از امنیت، چه از پلیس، چه از کسانی که در حاکمیت هستند، با درک این مسئولیت، با درک این وضعیت، با درک که آنها هم جزئی از این ملت هستند، باید در این مبارزه ملی شریک باشند. شرط نیست که این مسئولیت را تنها 4 جوانی که در کوه و کمر هستند یا در خارج هستند به شکل پنهانی دارند عمل میکنند. شرط نیست که همه مسئولیت به دوش آنها بیفتد. چرا اون بخش از ملت که در حاکمیت هستند امروز جزء از بدنه حاکمیت هستند، اونا هم احساس مسئولیت نکنن و همون طوری که بخش از حاکمیت مادورو حالا با هر دلیلی که باشد آمدن در این مسیر کمک کردن تا اینکه وطنش را از این ورطه برهانند، نه آیند با ملت همکاری نکنند. و ما مگر کم گنرال ها داریم، ما مگر کم وزیران داریم، ما مگر کم کسان داریم که آنها جزء از این ملت خود را میدانند، نه جزء از اون گروه حاکمی فساد زده و دزد، بلکه خود را جزء از این ملت میدانند. بله در این شرایط اونها منصب دارند، مقام دارند، اما اونها میخوان که در یک کشور آزاد و پیشرفته زندگی کنند، خودشان بعداً فرزندان و نبیرگان که در آن ولایت قانون باشد، در آن عوضشوی حاکم باشد، در آن انتخابات شفاف باشد، در آن امکانیت‌های برابر برای همه شهروندان باشد، نابسته از دین و مذهب و زادگاه و فرزند کی و چی کسی بودن یا نبودن. پس این گروه هم مسئولیت دارند و اگر اینها دست به کار شوند باور کنید برای ملت آسانتر و با قربانی کمتر خواهد بود و به هیچ وجه فکر نکنند که این کاری آنها اگر آنها بیایند دست به کار شوند و وضعیت را تغییر بدهند قانون شکنی خواهد بود، این یک خیانت به وطن و ملت خواهد بود، خیانت به کسی دیگر خواهد بود. نه، درست است که امام رحمان تلاش میکند همیشه بگوید که شما قانون را هم ویران کنید، دزدی هم کنید، اما با من شخصا خیانت نکنید. این جمله بارها از زبان او صدا میدهد. اما ببینید دوستان عزیز، بخصوص کسانی که در حاکمیت هستید و حالا من نام نمیبرم چون این میتواند خطرناک باشد، اما میدانم شخصا میشناسم که خیلی از فرزندان برومند ملت ما به ناموس ما در ساختارها کار میکنن و هستن آنها هنوزم و شاید برخی های دیگر هستن که من نمیشناسم. در این 10-15 سالی که ما در خارج هستیم شاید اینها تربیت شدن و از زینه‌های پایانی و میانه به سطح بالاتر رسیدن که شخصا من نمیشناسم، ولی حس میکنم، میدونم که آنها هستند. اینها ببینید در طول تاریخ کم نبودن کسانی که در زمان خود آمدن دست به قیام زدن و قانونهای موجوده همون وقت را، قانونهای ظالمانه را تا جای شاید که ویران کرده باشند. برای مثال کاوه آهنگر که ما با اون فخر میکنیم و درفش کاویانی یک رمز دولتداری ما هم هست، مگر او در چارچوب قانونهای موجوده علیه ضحاک قیام کرد؟ ضحاک هم به خود حاکمیت داشت، قانون داشت، یک نظام داشت و هر کسی که ضد عمل میکرد او را خائن میدانست، قانون شکن میدانست، اما او قیام کرد. یا برای مثال بگیریم یک خیابان بزرگ در آلمان به نام اون پالکونیکی هست، این نامش حالا یادم رفت، که علیه گیتلر قیام کرد. گیتلر هم یک حاکم بود، رهبری آلمان بود و اتفاقا در انتخابات پیروز شده بود و تمام قانون و قانونگذاری در اختیارش بود. در اطرافش دهها صدها اکادمیک و پروفسور و دکتر علم ها بود، وزیرها بود، مثل الان که در اطراف رحمان چندین وزیر اکادمیک ها هستند، چندین وزیر دکترها هستند، چندین وزیر شاعر و کتاب نویس هستند، چند فیلسوف و شاعر و مداح و سیاست شناس تملق‌کار در اطرافش هستند، همونطوری که در اطراف گیتلر در اون زمان بودند. امروز در آلمان از اون وزیر اکادمیک ها و وزیر شاعرها و وزیر دکترها را کسی یاد نمی کند، کسی نمی شناسد. اگر یادم کنند با نفرت یاد میکنند. اما اون پالکونی که اسیانگری به اصطلاح قانون شکن را که بعداً کشته هم شد چون موفق نگشت، امروز در آلمان همچون قهرمان میدانند
اگرچه در زمان خود قانون را ویران کرد، علیه نظام حاکم خروج کرد. چرا؟ برای آنکه میخواست ملتش را از این ورطه برهاند. البته تنها نبود، با یک گروه. در بعضی کشورهای دیگر این گروه ها به نتیجه رسیدند، موفق شدند و ملت های خود را آزاد کردند. حالا من چی میخوام با این بگم دوستانی عزیز؟ اونایی که حالا کتاب نوشتید و اکادمیک شدید و حالا قدرت در دستتون هست، شما مطمئن باشد که بعد از اون که از قدرت رفتید، بعد از اون که وضعیت عوض شد در کشور و حتما عوض خواهد شد، چی شما شرکت کنید نکنید، چی شما با ملت باشید نباشید، وضعیت دیر یا زود عوض می شود. از اون کتاب ها و شعرها و عنوان های شما نه تنها چیزی نخواهد ماند، کسی آنها را نخواهد خواند، بلکه اونها تبدیل میشن به یک نشانه، به یک عیبنامه علیه شما. یگانه راه شما برای ماندن در تاریخ ملت و شستن اون همه جنایت ها و گناه هایتون این است که در یک لحظه حساس، من نمیگم امروز یا فردا، اما این دیگر برمیگردد به قضاوت شما و تشخیص شما، در یک لحظه حساس بیاید در کنار ملت قرار بگیرید و ملت را از این ورطه برهانید. چون که آینده ملت ما در آینده های نزدیک با همین رویشه که هست، ما همون طوری که قشاقترین، ضعیفترین دولت از لحاظ اقتصادی، از لحاظ نظامی، از همه لحاظ در منطقه و جهان بودیم و هستیم، همین گونه خواهیم موند. باز همون ملت تاجیک مهاجر، باز همون جوان تاجیک عمرش در روسیه و قزاقستان و در اروپا و جاهای دیگر میگذرد، دور از وطن و از زن و فرزند. باز همون زن تاجیک، مادر تاجیک به زن و به شوهر و فرزند و به نبیره منتظر است که کی می آیند، کی پول میفرستند. و باز همون رقص و بازی رحمان با یک گروه اطرافیانش و تاجیکستان در همین وضعیت قرار خواهد گرفت، بدون برق، اگرچه بزرگترین سرمایه آب در منطقه را دارد که باید، نه اینکه ما اصلا هیچ مشکلی با برق نداشته باشیم، دولت و ملت تاجیکستان میتواند از حساب تولید و فروش برق زندگی فراوان داشته باشد، مثل که کشورهای نفتخیز از حساب فروش نفت این کار را میکنند. اما چون نظام دیکتاتوری و فساد زده است، نه ما از اون سرمایه خود، از اون ذخیره های آبی خود استفاده برده میتونیم، مثل که ونزوئلا از اون ذخیره های بزرگ نفت خودش استفاده برده نتوانست و دولت و ملت را قشاق کرد، نه ملت یک آینده نیک خواهد داشت. بنابر همین دیگر این برمیگردد به شما. باز تکرار میکنم که این آسانترین، با قربانی کمترین، با خرج کمترین برای ملت و دولت ما هست که از این ورطه خلاص شود. اگر نه، مطمئن باشید که ملت دیر یا زود کار خود را خواهد کرد، مسئولیت خود را انجام خواهد داد، اما شما در نزد تاریخ، در نزد ملت، در طرف ظلم، در طرف تاریکی باقی خواهد ماند. خب اینجا من صحبت خود را به انجام میرسانم و یکایک شما را به پروردگار منان میسپارم تا صحبت های بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.